امروز با هم آموزش شلوار ساده را یاد میگیریم. شلوار مو جلقه خورده دوستا. نگفته نمانه جلقش هم 4 قد است و خود شلوار هم 4 قد است. لیلن دوستا از قبل ما استری کردم 2 اینچ بخش جای کش خو گرفتیم و 37 اینچ مو شلوار خو تیار میخواییم. در 37 اینچ نشان زدیم، نشانه سیده مونیم این قسم و اندازه 1.5 اینچ بخش جای کوک میگیریم. این نشانه هم سیده مونیم یک قسم. اندازه پیچه خو رو میگیریم ده 8 اینچ. هر اندازه که دوست داشتین دوستا پیچه خو رو گرفته میتونید و 1 اینچ بخش کوکشی. این نشانه را خد لاین پایینی قسم تیرچه وصل کنید دوستا. کار پیچه مو ختم شد. موریم طرف بالای شلوار خو قسمی گفتم 2 اینچ بخش جای کش و اندازه میانه خو را ده 15.5 اینچ نشان میزنیم. این نشانه را خد یک دیگه شی قسم وصل مونیم. این شد از نشانهای شلوار مو دوستا. در ضرب 2 دقیقه میتونید که شلوار ساده خو را قیچی کنید. اینجا اضافه گیش را کٹ مونیم. این را کٹ کردیم دوستا. موریم طرف کوک شلوار خو این شلوار ماست. اقسیم ای را جدا مونیم از یک دیگه شی. طرف راست شلوار و جلغه را هم طرف راست را بله راست زیشته اندازه نیم اینچ تمام جلغه را کوک مونیم و دوباره خودش مازان برمیگردیم. ما جلغه را کوک کردم دوستا قسمی که میبینین و یلی موریم طرف جای لاستیک اول از همه اندازه نیم اینچ در وسط شلوار خو یک قط مونیم. بعد از او جای کش همو اندازه کش شماست دوستا. همو اندازه بگیرید. اگر 1 اینچ است سوا 1 اینچ است مطلب هر اندازه که کش پیش شماست جای کش همو اندازه قطع کنید. پیش از ما 1 اینچ والا کش است. ما ده 1 اینچ قطع مونم دوستا. پورا شلوار خوره امی قسم جایی کش دور دورش را قطع مونیم. همیشه سر کوک خو رو مضبوط کنید تا باز نشونه بعدن. ما یک پیچه خو از قبل جور کرده بودم. یک شیره خود شما از زان جور مونم یک جای. یک قسم طرف چپ شلوار خو گرفته استری کردیم و همو اندازه 1.5 اینچ که مو بخش کوکش گرفته بودیم او را قسم قطع کرده استری مونیم تا یک لاین بمونه. بعد از او ما میگیریم بکرم در پیچه خو میچسبنیم. امزور لاینی که دوستا ما خود استری زدیم دبله امزور لاین ما بکرم خو رو میچسبنیم.
بسیار در آرامی و خوبصورتی استری می‌نیم تا در صفای کوکش نپیچیمو. دوستا اگر تا ایده خدمت هستین حتما ویدیو رو لایک کنید و در دوستا و رفیقایی که در درزی علاقمند است ویدیو را ضرور شیر کنید و اگر خواستین و یک کمی این ویدیو برای شما مفید ثابت شده بود حتما چینل را هم سابسکرایب کنید. دوستا از اینجا کوک منیم هر چند کوگی که مطلب شما دوست داشتین میتونید در پیچه کوک کنید. 2 لاین 3 لاین 4 لاین هر اندازه که خوش داشتین میتونید که در پیچه کوک کنید. ما ایره 2 لاین کوک منم دوستا. این شد از کوک پیچه مو. این قسم پیچه رو بند منیم تا زیر پیچه را کوک کنیم. برای پیچه ما 8 اینچ بود، ما در 8 اینچ اینجی نشان میزنیم و این نشانه که زدیم هم این قسم تیرچه فوت خورشته لاین کشته زیر پیچه را پورا را کوک منیم. همیشه دوستا زیر پیچه را 2 لاین کوک کنید. خب دوستا این بود از ویدیوی امروزی ما. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد و تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک میسپارم. خدا یار و مددگار همه ما شما.